ماموریت و خوانندگانی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 غالب دوره جمهوری المپیاد فنی جرعی و صابره را پیشواز گرفتند. او خواننده صنف 6 مؤسسه مذکور می باشد و در دوره ولایتی آزمون سزاوار جای دوم گردیده بود. در دوره شهری باشد جای یکم را سزاوار گشته امروز با گرفتن مدال برنجی به مؤسسه خود برگشت. محض علمجویی و دانشجویی و کنجکاوی همین صابره بود که با چنین قله‌های بلند امروز آمده رسید و این دخترچه تشنه علم و دانش، تشنه جستجوی علم و معرفت او را تا به این قله‌ها، تا به این مرتبه ها آورد رسانید و باوری دارم، با باوری کامل گفته میتوانم که در سالهای آینده با قله‌های از این هم بلند مراد میرسد. از جانب مؤسسه دولتی مرکزی جمهوری دریافت و رشد استعدادهای نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای کودکان بالای قد در شهر حصار دوره جمهوری المپیادهای فنی برای صنف‌های 5 و 6 از فن‌های جمعیتی گمانیتری دایر گردیده بود. در المپیادهای مذکور 999 نفر خوانندگان صنف‌های 5 و 6 مؤسسه‌های تحصیلات عمومی جمهوری فعالانه اشتراک نمودند که از روی اشتراک نسبت به سال 2022 657 نفر یا خود 65.8% زیاد است. جرعی و صابره باشد از آن میفخرد که در میان آن همین 999 نفر اشتراکچی در این آزمون غالب آمد. امروز خیلی شاد و خرسند هستم زیرا از المپیاد فنی زبان مادری جای سوم را اشغال نموده سزاوار مدال برنجی گردیدم. از فرصت استفاده برده می خواهم منتداری خود را به آموزگارانم خلیل و نگینه، طاهر و ملکه، محکم و مولوده، پدر عزیزم و مادرم رسانم. می خواهم که در سال آینده در این آزمون ها اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گردم. جنبستی آزمون معلوم نمود که خوانندگان ناحیه سینا با گرفتن 86 جای افتخاری جای یکم، شهر باختر با گرفتن 29 جای افتخاری جای دوم و ناحیه باباجان غفاروف با گرفتن 25 جای افتخاری سزاوار جای سوم گردیدند. والدین صابره میگویند ما تلاش میکنیم تا صابره در دورهای دیگری آزمون و المپیادها اشتراک نموده حتما سزاوار جای نمایان بگردد. من خیلی خرسندم. باز هم کوشش می‌نمایم که فرزندم در آینده که باز هم با قله‌های بلند نایل گردد. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 شهری پنجکند یکی از مؤسسه‌های بهترین دانسته شده در آن خوانندگان بالای قد و خوانندگان دارای استیپندیای پرزیدنتی خیلی زیادند. آموزگاران تلاش می‌نمایند تا صف چنین خوانندگان بیشتر بگردد. من همچنان برای صنف جرعی و صابره گفتنی هستم که این دخترچه خیلی باعلاقه، آداب نمونوی دارد و دانش و رفتار خوب دارد. از فنها همه وقت کوشش میکنند با بهای خوب و اعلی خوانند. نیت داریم که از این قله‌های زیادتر برود و آبروی مؤسسه ما را بلندتر بردارد. سزاوار مدال برنجی گردیدن جرعی و صابره محصلین این دبستان و دیگر همسالان او را وادار میکند تا بیشتر علم بیاموزند و به مثال او در دور جمهوری و خارج از کشور اشتراک نموده سزاوار جای اول بگردند و نامبردار شهر خود مؤسسه خویش بگردند. گزارشی مرتبه رحمان و خیام جرعیف.